بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که مگر دعا کردن به الله برای آنه که فلان دختری را در آینده همسرم بکن جایز است؟ یعنی همچنین دعا بکند که ای الله، از تو میخواهم که فلان دختری که هست همون را به همسری من شدنش را نصیب کن، گفتن دعا کردن جایز است؟ بارک الله فیکم. یک مرد موحد، یک جوان مرد موحد یک دختری صالحه را فهمید و دانست و خواست که همون را به زنی بگیرد و از الله طلب کمک کرد و همون دختر را از الله طلب کرد که زنی او باشد، باکی ندارد و این جایز است. اما وقتی که زنی او نشد، بعد از این دعا را ادامه ندهد. وقتی که زنی او نشد، بعد از این به همون وسوسه گرفتار نشود. وقتی که الله به او نصیب نکرد، بعد از این خاموش باشد. به همون دعای گرفتش اجر میگیرد. بارک الله فیکم.